سلام دوستان، امروز میخوام آموزش دادن سرلاک به جوجه رو براتون توضیح بدم. یه مقدار آب ولرم، آب جوشیده ولرم که رو به گرم باشه رو داخل ظرف تمیز میزیم، سرلاک رو کم کم بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم تا به این غلظتی که توی فیلم هست در بیاد. با سرنگ به جوجه هامون غذا میدیم. کسایی که بلد نیستن با سرنگ یا میترسن، احساس میکنن که سخته، میتونن با قاشق هم یکی از دوستامون براتون گذاشتن فیلمشو. این سرنگ رو میتونید از پرنده فروشی تهیه کنید. حتما هنگام سرلاک دادن سر پرنده رو نگه دارید با دستتون و حتما این قسمت کرمک که به سرنگ وصل شده رو با دستتون نگه دارید. من چون بخاطر اینکه تو فیلم مشخص بشه نتونستم با نگه دارم، ولی حتما شما نگه دارید.